فیلم با مرد مسن و مستی به نام فلوگر شروع میشه که در حال کندن قبری هستش که دارای علائم مذهبی روشه. به نظر میرسه که اون در حال انجام یک نوع مراسم هستش. فلوگر پس از مدتی موفق میشه جمجمه یک فرد رو از قبر بیرون بیاره که ناگهان دود سفیدی خارج میشه و اونو به عقب میندازه. وقتی که از روی زمین بلند میشه، فلوگر یه جوری میخنده انگار که مأموریتش رو به پایان رسونده. تو صحنه بعدی نوجوانی به نام کلی رو میبینیم که در حال خرید از یک فروشگاه بزرگه. کلی عادت به جویدن کاغذ داره و همین دلیل همکلاسی‌هاشون رو ترش کن صدا میزنن. توی فروشگاه اون دوست دوران کودکی خودش دومینیک رو میبینه، اما خجالت میکشه و تو صحبت کردن با اون تردید میکنه. تو بیرون فروشگاه کلی با قلدرای مدرسه نلسون، تونی، رید و براد مواجه میشه. اونا کلی رو به خاطر خوردن چیزای عجیب و غریب مثل کاغذ و فوم مسخره میکنن. وقتی که قلدرای مدرسه دارن کلی رو اذیت میکنن، دومینیک میاد و از اونا میخواد که دست از کارشون بکشن. این حرف دومینیک باعث عصبانیت بیشتر پسرا میشه. قلدرای مدرسه کلی رو تو سطل زباله میندازن. کلی شانس میاره چون صاحب فروشگاه مداخله میکنه و جلوی قلدرا رو میگیره. دومینیک به کلی پیشنهاد میده که تا مدرسه برسونتش، ولی دوستش سارا که صاحب ماشینه نمیخواد کلی رو برسونه چون که میترسه که ماشینش کثیف بشه. کلی وقتی به مدرسه میرسه میفهمه که قلدرها حادثه فروشگاه رو ازش فیلم گرفتن و به صورت آنلاین پخش کردن. وقتی تو راهرو در حال راه رفتن هستش، همه دانش آموزا اونو مسخره میکنن. بعد از مدرسه کلی به خونه برمیگرده و مادرش برنیس در مورد روزش از اون سوال میکنه. کلی به مادرش از جریان فروشگاه و پسرای قلدر مدرسه چیزی نمیگه و به مادرش میگه که دومینیک برای اولین بار با اون صحبت کرده. با شنیدن این حرف مادرش حسابی خوشحال میشه و بهش میگه که با دومینیک قرار ملاقات بذاره. تو همین هی مرد بومی به نام رد الک با قبری که فلوگر قبلا اونو داغونش کرده بودش برخورد میکنه. اون متوجه میشه که نیروی مخفی که تو قبر پنهان شده بوده دزدیده شده. رد الک از فهمیدن این قضیه خیلی ناراحت شده چون که مسئولیت مراقبت از این قضیه به عهده اون بوده. صبح روز بعد کلی به دلیل مصرف زیاد کاغذ و فوم مریض شده. پزشکی که کلی رو داره معاینه میکنه به مادرش میگه که برای جلوگیری از اختلال خوردن کاغذ کلی رو به روانشناس ببرن. دکتر از مادر کلی برنیس خوشش میاد و اونو دوست داره و میخواد تو خونه با اون تنها باشه. تو صحنه بعدی فلوگر رو میبینیم که برای مردم شهر در حال سخنرانی کردن هستش و میگه که قدرت شفا دادن مردم رو داره. اون قدرت خودش رو با تسکین درد مفاصل یک پیرزن به مردم نشون میده. برنیس هم همونجاست و تحت تاثیر مهارت‌های اون قرار میگیره. برنیس فلوگر رو برای درمان کلی به خونش دعوت میکنه. وقتی که برنیس میره ماشینش رو بیاره، رد الک پیش فلوگر میره و بهش میگه قدرت ها برای تو نیستن و میخواد بهش کمک کنه که از شهر قدرتش خلاص بشه، ولی فلوگر قبول نمیکنه. و رد الک وقتی که چک میزنه به فلوگر خودش زخمی میشه و آسیب میبینه. این به خاطر قدرتیه که فلوگر از قبل دریافت کرده که از صاحبش محافظت میکنه. رد الک به فلوگر در مورد عواقب قدرت هشدار میده، اما فلوگر قبول نمیکنه و میره. فلوگر به خونه کلی میرسه و زمانی که میخواد کلی رو درمان کنه احساس درد عجیبی رو میکنه و سریعا دست خودش رو میکشه کنار. اون یه بهونه میاره و میره تو دستشویی. وقتی که اونجا هستش یه داروی خاصی رو مصرف میکنه. وقتی که دوباره داره تلاش میکنه به طور اتفاقی قفسه سینه کلی رو با سیگارش میسوزونه. فلوگر رو زمین میفته و همونجا میمیره. به طرز عجیبی با مرگ فلوگر وضعیت کلی بهتر میشه. کلی از جاش بلند میشه و کاملا سرحال و پر انرژی هستش. پلیس به محل میرسه و جسد فلوگر رو میبره. اونا به این نتیجه رسیدن که پیرمرد به سادگی بر اثر ایست قلبی مرده. کلی متوجه میشه که سوختگی روی سینه‌اش که با سیگار انجام شده بود به طور معجزه‌آسایی خوب شده. مشخص میشه که قدرت شفابخش فلوگر به کلی منتقل شده. روز بعد کلی به طور تصادفی انگشت خودش رو تو حین تعمیر دوچرخه‌اش زخمی میکنه. اما اتفاق عجیبی میفته. زخم خود به خود بهبود پیدا میکنه و فوراً ناپدید میشه. سعی میکنه که این قضیه رو به مادرش بگه، اما مادرش حرف اونو باور نمیکنه. تو راه مدرسه دومینیک و سارا رو میبینه. باشون کمی صحبت میکنه. بعد از رفتن اونها برادر نلسون، رید، به کلی نزدیک میشه و بدون دلیل شروع به زدنش میکنه. در کمال تعجب وقتی که رید به شکم کلی ضربه میزنه، درد ضربه رو خود رید تو شکمش احساس میکنه و کلی کاملا سالم میمونه. رید حتی سعی میکنه که با یک چوب به کلی صدمه بزنه، اما این اتفاق نمیافته و در نهایت خودش مجروح میشه. رید میفهمه که نمیتونه نسخه جدید کلی رو شکست بده و با کبودی روی صورتش از اونجا فرار میکنه. عصر همون روز گاس، پدر رید و مربی فوتبال مدرسه، به خونه کلی میره.
تا بفهمه چه اتفاقی برای پسرش افتاده. کلی توضیح میده که رید اونو زده و خودش آسیب دیده. گاز حرف کلی رو باور نمیکنه و با برنیس بحث میکنه. با این حال برنیس به گاز اصرار میکنه که بره و در رو صورتش میبنده. پس از رفتن اونا، کلی به مادرش در مورد توانایی خودش در مورد انتقال درد میگه و به مادرش میگه که هیچ کس نمیتونه دوباره به اون صدمه بزنه. اون این قضیه رو با تحمل گرمای فندک به مادرش ثابت میکنه و میبینه که کف دستش هیچ آسیبی ندیده. روز بعد توی کلاس وقتی که کلی کشه موی سر دومینیک رو برمیداره، اونو تصور میکنه که با دومینیک صمیمی شده و با هم دیگه رابطه دارن. کلی همچنین به سارا هم فکر میکنه که یه رابطه 3 نفره دارن. تو کمال تعجب این احساسات تو زندگی واقعی رو دومینیک و سارا تأثیر میذارن و اونها دارن لذت میبرن. سارا و دومینیک احساسات عجیبی تو بدن خودشون احساس میکنن که باعث میشه که شروع به آه و ناله کردن بکنن. توی یک مهمونی شبانه نلسون وقتی که دومینیک رو بغل میکنه رفتار نامناسبی از خودش نشون میده که باعث عصبانیت کلی میشه. کلی از نلسون میخواد که دومینیک رو زمین بذاره. در حالی که اونا شروع به دعوا کردن میکنن، گاس وارد میشه و اونا رو از هم دیگه جدا میکنه. گاس به کلی میگه که مطمئنا یه روز میفهمه که قدرتی که داره باعث نابود شدنش میشه. وقتی که مهمونی تمام میشه، تو راه برگشت به خونه براد و دوستانش کلی رو میبینن که با دوچرخه در حال رفتن به خونه است. به دلیل اتفاقی که افتاده اونا از دست کلی عصبانی هستن. سعی میکنن که اونو از جاده خارجش کنن. براد کنترل خودش رو از دست میده و با ماشین به کلی ضربه میزنه و اونو روی زمین میندازه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنین و لایک و کامنت هم بذارین. به نظر ضربه شدیدی میاد. وقتی که دود پاک میشه معلوم میشه که جمجمه براد له شده و منجر به مرگ اون میشه، در حالی که کلی آسیبی ندیده. وقتی که جمعیت جمع میشن، کلی به طور مخفیانه وضعیت رو از جمله توانایی خارق‌العاده‌اش رو برای دومینیک توضیح میده. نلسون و دوستاش به پلیس دروغ میگن و ادعا میکنن که براد برای محافظت از کلی وقتی که داشته دوچرخه سواری میکرده از جاده منحرف شده. با این حال تحقیقات اولیه توسط افسر پلیس آدلر کلی رو از هر گونه تخلفی پاک میکنه. از سمت دیگه رد الک از مرگ فلوگر باخبر میشه و میره بالا سر قبرش. اون با تجزیه و تحلیل خاک نتیجه میگیره که فلوگر قبل از مرگش قدرت خودش رو از دست داده. با شنیدن خبر زنده موندن کلی پس از برخورد با یه ماشین، رد الک میره که کلی رو تو محل کارش ببینه. رد الک در مورد قدرت‌ها با کلی صحبت میکنه و پس از کمی تردید کلی اعتراف میکنه که توسط فلوگر درمان شده. روز بعد کلی و دومینیک توی کافه با هم دیگه نهار میخورن و در مورد فیلم صحبت میکنن. دومینیک هم از کلی خوشش میاد و دوست داره که یک شب با اون فیلم ببینه. کلی هم همین رو میخواد و از دومینیک میخواد که یک شب با هم دیگه بشینن و فیلم ببینن. توی همون لحظه نلسون و دوستاش از دیدن کلی که راحت زندگی خودش رو جلو میبره ناراحت و عصبانی هستن. اونا تصمیم میگیرن که انتقام مرگ براد رو بگیرن و به کلی یه درسی بدن. نلسون و دوستاش وقتی که برنامه کلی رو با خبر میشن، همون شب منتظر میشن تا مادرش برای شیفت شب خودش از خونه بیرون بره. ولی مادر کلی سردرد میشه و تصمیم میگیره اون شب سر کار نره. کلی که میبینه مادرش حالش خوب نیست، از اون میخواد که استراحت کنه و کلی به شهر میره تا براش دارو بگیره. نلسون و دوستاش با دیدن ماشینی که در حال دور شدن هستش، کلی رو با مادرش اشتباه میگیرن و تصمیم میگیرن که اونو بترسونن. اونا خونه کلی رو که یک کانکس هستش رو به کامیون وصل میکنن و با قدرت کامل میکشن، در حالی که برنیس مادر کلی هنوز توی خونه هستش. وقتی که اونا دارن خونه رو با کامیون میکشن، باعث میشه که برنیس از روی کاناپه بیفته روی زمین. یک لوله گاز تو آشپزخونه جدا میشه و خونه پر از گاز میشه. برنیس که شوکه شده سعی میکنه از خونه خارج بشه، اما به یک لامپ برخورد میکنه و روی زمین میفته. متاسفانه لامپ آتیش میگیره و روی زمین میفته و خانه کاملا منفجر میشه. وقتی که کلی به محل حادثه میرسه، برای نجات مادرش به داخل کانکس میره، ولی دیگه خیلی دیر شده چون که مادرش برنیس فوت کرده. این قضیه روی کلی خیلی اثر میذاره و اون برای مرگ مادرش که در آتش سوخته عزاداری میکنه. پس از مدتی افسر آدلر آثار سوختگی رو تو بدن کلی مشاهده میکنه و اونو تو بیمارستان بستری میکنه. تو صحنه بعدی رد الک تو بیمارستان به آدلر نزدیک میشه و اونو از قدرت بی‌نظیر کلی آگاه میکنه. رد الک به آدلر میگه که این قضیه رو با کلی در میون بذاره، ولی آدلر این قضیه رو قبول نمیکنه. روز بعد از اینکه به طور معجزه‌آسای آثار سوختگی کلی بهبود پیدا میکنه، کلی مستقیم به مراسم خاکسپاری مادرش میره، جایی که دومینیک به اون دلداری میده. دومینیک به کلی میگه که گریه اونو ضعیف نشون نمیده و همیشه مادرش به اون افتخار میکرده. کلی به دومینیک میگه که میخواد شهر رو ترک بکنه
و بعد از این قضیه اونا شروع به لب گرفتن از همدیگه میکنن. پس از این کلی سر قبر فلوگر میره و شروع به خوردن یه علف هرز میکنه که سر قبر رشد کرده. اون امید داره که بتونه با این کار قدرت رو از بین ببره. با این حال بعد از جویدن بلافاصله احساس بیماری میکنه و شروع به استفراغ میکنه. سارا که به طور اتفاقی همون نزدیکی‌ها هستش از دور همه چیز رو میبینه. بعداً افسر آدلر کلی رو به خدمات اجتماعی میبره و تو راه در مورد مرگ مادرش با اون صحبت میکنه. کلی متوجه میشه که کانکس قبل از انفجار گاز کشیده شده و به یک طرف افتاده. کلی متوجه میشه که این قضیه تصادفی نبوده و کسی از عمد کانکس رو کشیده و تکیه‌گاه رو شکسته. اما روز نلسون و دوستاش در حال رانندگی هستن و هیچ پشیمونی از کاری که انجام دادن ندارن. اونا برای استراحت به سمت حاشیه رودخونه میرن. توی راه اونها آدلر رو میبینن که کلی رو داره از شهر خارج میکنه و اونو مسخرهش میکنن. وقتی که کلی متوجه ماشین اونها میشه بلافاصله میفهمه که اونها مسئول مرگ مادرش هستن. کلی از ماشین در حال حرکت بیرون میپره و یواشکی اونها رو تا حاشیه رودخونه تعقیب میکنه. بعد در حالی که تاکر داره شنا میکنه و بقیه به سمتش سنگ پرتاب میکنن و با هم دیگه شوخی میکنن، کلی به آرومی پیراهن تاکر رو برمی‌داره و با اون میخواد خودش رو خفه کنه. تاکر که احساس خفگی میکنه و در حال دست و پا زدن هستش و نلسون و دیگران با وحشت به اون نگاه میکنن و در نهایت باعث میشه که تاکر تو رودخونه غرق بشه. بقیه بلافاصله برای کمک به تاکر وارد رودخونه میشن اما دیگه دیر شده. تاکر مرده. کلی با گستاخی خودش رو به بقیه نشون میده و بهشون میگه که مسئول مرگ تاکر هستش و بلافاصله پیراهن نلسون رو برمی‌داره تا با اون هم خودش رو خفه کنه. ولی افسر آدلر به صحنه میرسه. کلی به سرعت از اونجا فرار میکنه تا از هر گونه مشکلی دوری بکنه. بولدارا که تمام تلاش خودشون رو میکنن تا قضیه رو به افسر آدلر توضیح بدن، با این حال آدلر این داستان رو باور نمیکنه و در عوض به اونها مشکوک میشه که دوستشون رو به قتل رسوندن. همون شب کلی با دومینیک صحبت میکنه و به نقشه خودش برای انتقام مرگ مادرش اعتراف میکنه. کلی میگه که بهتره که نلسون اعتراف کنه و دوست نداره که دست به خشونت بزنه. دومینیک هم با حرفای اون موافقت میکنه و اونها دوباره شروع به لب گرفتن از هم دیگه میکنن. روز بعد کلی عمدن یکی از قلدرها به نام تونی رو تحریک میکنه که به قتل مادرش برنیس اعتراف بکنه. اولش تونی خودش رو کنترل میکنه اما وقتی که کلی دوست دخترش سارا رو مسخره میکنه کنترل خودش رو از دست میده و روی کلی اسید میریزه. ولی کلی به خاطر قدرت‌هایی که داره هیچ طوریش نمیشه و تونی در اثر سوختگی اسید میمیره. با دیدن این قضیه دومینیک از دست کلی عصبانی میشه و بهش میگه که اینجا رو ترک بکنه. همون شب سارا که خیلی غمگین هستش با نلسون ملاقات میکنه و اونها برای انتقام مرگ تونی نقشه میریزن. سارا در مورد علف هرزی که باعث استفراغ کلی تو قبرستون شده به نلسون اطلاعاتو میده. اونا به قبرستون میرن و مقداری علف هرز رو برمی‌دارن تا به عنوان سلاحی در مقابل کلی از اون استفاده بکنن. روز بعد گاز پسرانش رو به تمرین فوتبال میبره، جایی که آدلر متوجه زنجیر استفاده شده توسط قلدرها در کامیون گاز میشه. اون از نلسون و رید در مورد این قضیه سوال میکنه اما اونا اطلاعات نمیدن و این قضیه رو انکار میکنن. تو همون لحظه کلی با دریل برقی به زمین تمرین میاد. کلی تیکه‌ای از لباس نلسون رو پوشیده. کلی نلسون رو تهدید میکنه و میگه به جرم خودش اعتراف کنه و اگر این کار انجام نده به خودش آسیب میرسونه. ولی نلسون قبول نمیکنه. اون از قبرستون با خودش آب علف هرز رو آورده. وقتی که کلی میخواد شروع به حفاری بکنه نلسون آب علف‌های هرز رو روی اون میپاشه و کلی برای لحظه‌ای متوقف میشه. آدلر از کلی التماس میکنه که متوقف بشه اما اون زانوهاش رو سوراخ میکنه و به نلسون صدمه میزنه تا اینکه اعتراف میکنه. تو همون لحظه دومینیک از راه میرسه و کلی رو متقاعد میکنه که دست بکشه از این کار. تو همین لحظه گاس اسلحه رو از آدلر میدزده و با عصبانیت به کلی شلیک میکنه. از شانس بعدشون اون و نلسون متقابلا مورد اصابت گلوله قرار میگیرن و هر دوشون میمیرن. پس از این قضیه دومینیک کلی رو متقاعد میکنه که قدرت خودش رو رها کنه و به حالت عادی برگرده. آدلر هم تصمیم میگیره که به کلی کمک کنه و کلی و رد الک رو به قبرستون فلوگر میبره. اونها باید تو قبرستون یه مراسم رو انجام بدن. اونها قبر باستانی رو حفر میکنن و رد الک به کلی میگه که باید اون بمیره تا قدرت‌ها آزاد بشن. با شنیدن این حرف کلی سعی میکنه که فرار کنه اما یک افسر پلیس به اون شلیک میکنه و به طور تصادفی به دومینیک هم شلیک میکنه و اون دوتا هر دوتاشون زخمی میشن. کلی که زخمی شده قبل از مرگ دومینیک رو بغل میکنه و اون رو میبوسه. کلی بعدش قلب فلوگر مرده رو مصرف میکنه تا به قدرت خودش پایان بده. پس از اون آدلر به کلی شلیک میکنه و اون رو میکشه. توی آخرین صحنه افسران پلیس جسد دومینیک و کلی رو در یک ون دارن حمل میکنن.
ناگهان وسط راه دومینیک از خواب بیدار میشه و نشون میده که اون اکنون دارای قدرت شفابخش کلی هستش.